سلام دوستان گلم، امیدوارم حال دل همگیتون خوب باشه. به کانال خودتون، کانال شگفتی های خلقت، خیلی خوش اومدید. بحث امشبمون راجع به یکی از شگفتی های جهان یعنی کهکشان ها هستش. امیدوارم از این بحث لذت کامل رو ببرید. در آغاز هیچ نبود، نه ستاره‌ای، نه سیاره‌ای، نه حتی نور، تنها یک نکته بی نهایت چگال و داغ که تمام انرژی و ماده هستی را در خود جای داده بود. سپس انفجاری رخ داد، انفجاری که نه مانند انفجارهای زمینی بلکه گسترش ناگهانی فضا و زمان بود. این لحظه را آغاز جهان می نامند. از آن لحظه جهان شروع به انبساط کرد، دما کاهش یافت و نخستین ذرات شکل گرفتند. در چند صد هزار سال اول جهان تنها از تابش و ذرات زیر اتمی تشکیل شده بود، اما با گذشت زمان این ذرات شروع به ترکیب شدند و اتم‌های ساده‌ای مانند هیدروژن و هلیوم پدید آمدند. این گازها در سراسر فضا پراکنده شدند، اما گرانش وارد میدان شد. نواحی که کمی چگالتر بودند شروع به جذب ماده کردند. توده هایی شکل گرفتند، توده هایی که نخستین بذر های کهکشان ها بودند. کهکشان ها این شهرهای عظیم کیهانی از میلیاردها ستاره، سیاره، گاز، گرد و غبار، ماده تاریک و حتی سیاهچاله ها تشکیل شده‌اند. آنها نه تنها محل تولد و مرگ ستارگانند، بلکه کلید فهم ما از ساختار و سرنوشت جهان هستند. هر کهکشانی داستانی دارد، داستانی از تولد، رشد، تعامل و مرگ. تا امروز اخترشناسان تخمین می‌زنند که در جهان قابل مشاهده حدود 2 تریلیون کهکشان وجود دارد. این عدد فقط مربوط به بخشی از جهانه که نورش به ما رسیده. در خوشه محلی که ما داخلش هستیم حدود 50 کهکشان وجود داره. در خوشه های بزرگتر مثل سنبله این عدد به 100,000 میرسه و در ساختار عظیمتری به نام ابرخوشه لانیاکیا حدود 500,000 کهکشان قرار دارند. کهکشان ها انواع مختلفی دارند که بر اساس شکل ظاهریشون دسته بندی میشن. اول از همه کهکشان های مارپیچی هستند. اینها شبیه گردباد یا حلزون هستند با بازوهایی که دور مرکز میچرخند. ستاره های جوان و آبی رنگ در بازوها قرار دارند، مثل کهکشان راه شیری خودمون. قطر این نوع کهکشان ها معمولاً بین 20 تا 250,000 سال نوریه. نوع دوم کهکشان های مارپیچی میله‌ای هستند. شبیه مارپیچی ها هستند ولی یه نوار مستقیم از ستاره ها از مرکزشون بیرون زده. حدود 2/3 کهکشان های مارپیچی این ویژگی رو دارن. راه شیری هم احتمالاً از همین نوعه. نوع سوم کهکشان های بیضوی هستند. شکلشون کروی یا بیضی ماننده، بدون بازوهای مارپیچی. بیشتر ستاره های پیر و قرمز دارن و فعالیت های ستاره زایی درشون خیلی کمه. اندازهشون متغیره، از کهکشان های کوچولو با چند میلیون ستاره تا غول‌های بیضوی با تریلیون ها ستاره. نوع چهارم کهکشان های عدسی شکل هستند، ترکیبی از مارپیچی و بیضوی. دیسک دارن ولی بازوهای مشخص ندارن. ستاره های پیر و کم نور دارن ولی ظاهرشون شبیه لنز نازک نوریه. و در نهایت کهکشان های نامنظم هستند. شکل خاصی ندارن، به هم ریخته و بی نظمن. معمولاً حاصل برخورد یا تأثیر گرانشی با کهکشان های دیگه هن. اندازشون معمولاً
کوچکتر از انواع دیگه است، ولی بعضی هاشون فعالیت ستاره‌زایی بسیار شدیدی دارن. رنگ کهکشان ها هم اطلاعات زیادی به ما میده. کهکشان های آبی نشون دهنده ستاره های جوان و داغن، در حالی که کهکشان های قرمز و زرد ستاره های پیر رو در خودشون دارن. رنگ کهکشان ها به سن ستاره ها و میزان گاز و گرد و غبار بستگی داره. در مرکز بسیاری از کهکشان ها سیاهچاله های کلان جرم قرار دارند. این سیاهچاله ها با جرم میلیون ها تا میلیاردها برابر خورشید نقش مهمی در شکل‌گیری و پایداری کهکشان دارند. در مرکز کهکشان راه شیری سیاهچاله‌ای به نام کمان‌نی قرار داره که اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی اون رو رصد کردن. این سیاهچاله ها نه تنها ماده رو میبلعن، بلکه با انرژی عظیمی که آزاد میکنن بر محیط اطراف خودشون تأثیر میذارن. اگه میخواین راجع به سیاهچاله ها اطلاعاتی به دست بیارین، حتما ویدیویی که راجع به سیاهچاله ها تو کانال گذاشتم رو نگاه کنید. کهکشان ها در طول زمان با هم برخورد میکنن و ادغام میشن. این برخوردها میتونن شکل کهکشان رو تغییر بدن، ستاره های جدیدی ایجاد کنن و حتی سیاهچاله های مرکزی رو با هم ترکیب کنن. برای مثال کهکشان راه شیری در آینده با کهکشان آندرومدا برخورد خواهد کرد و کهکشان جدید شکل خواهد گرفت. این برخورد حدود 4 میلیارد سال دیگه رخ میده و منظومه شمسی هم در این فرایند جابجا خواهد شد، ولی احتمال نابودی زمین بسیار کمه. اما آیا کهکشان ها جاودانه‌اند؟ نه، باید بگم کهکشان ها نیز پایانی دارند. در آینده‌ای بسیار دور جهان ممکنه وارد دوره‌ای بشه که بهش مرگ حرارتی میگن، زمانی که هیچ انرژی قابل استفاده‌ای باقی نمیمونه. بعضی نظریه ها مثل فروپاشی بزرگ یا گسست بزرگ هم پایان های احتمالی برای جهان و کهکشان ها رو مطرح می کنند. در فروپاشی بزرگ جهان دوباره فرو می ریزه. در گسست بزرگ انبساط جهان اونقدر شدید میشه که حتی اتم ها از هم می پاشن. تلسکوپ هایی مثل هابل و جیمز وب پنجره‌ای به گذشته باز کردن. اونا تونستن کهکشان هایی رو در نخستین میلیارد سال پس از آغاز جهان مشاهده کنن. این کهکشان ها کوچکتر، پر انرژی تر و متفاوتتر از کهکشان های امروزی هستند. بعضی از اونا نور سبز رنگی از خودشون منتشر می کردن که حاصل یونیزه شدن اکسیژن بود، نشونه ای از ستاره های بسیار داغ و فعال. کهکشان ها تنها نیستند. اونا در ساختارهای بزرگتری به نام خوشه ها و ابرخوشه ها قرار دارند. این خوشه ها خودشون بخشی از شبکه عظیم به نام شبکه کیهانی هستند. ساختار شبیه تار عنکبوت که ماده در اون به صورت رشته های عظیم توزیع شده. در این شبکه کهکشان ها مثل مهره هایی در نخ کیهانی هستند. و در پایان کهکشان ها نه تنها ساختار فیزیکی هستند، بلکه نمادهایی از زیبایی، پیچیدگی و رازهای بیپایان کیهانند. ما در یکی از بازوهای مارپیچی کهکشان راه شیری در سیاره‌ای کوچک به نام زمین در حال تلاش برای فهم این داستان عظیم هستیم. داستانی که هر روز با کشف جدیدی شگفت‌انگیزتر میشه. امیدوارم از بحث امشبمونم لذت کافی رو برده باشین. حمایت یادتون نره، کانالمون رو دنبال کنید، لایک، کامنت فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه با یه شگفتی دیگه، خدا نگهدارتون.